واسکراب لایت. سلام بچه، چطورید؟ فری هستم و به کانال من خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با یه ویدیوی زهرمار و سم دیگه. پس معطلتون نمی کنم، مستقیم بریم سراغ ویدیو. پس برو که بریم. چه چیزی توی یک پسر شما رو جذب میکنه؟ قد بلند، صورت خوشگل، پولدارم باشه. آره حتما بالای 20 سانتی. قدش؟ نه 20 سال. تو چرا اول گفت بالای 20 سال؟ بالای 20 سانت گفت. آقا 20 سانت خیلیه. یه لحظه بذار من برم متر بیارم. A few minutes later. این الان 20 سانته. نگاه کنید اگه معلوم باشه خیلیه 20 سانت. نگاه کن، یعنی من اگه بذارمش اینجام قشنگ تا ته معده من میاد پایین. یعنی من با این هیکل، خب فکر کن دیگه من نمیاد 20 سانت میخواد چیکار کنید آخه 20 سانت. دستشویی نزدیک کجا داریم؟ داخل پارک 10 دقیقه پیاده روی داره. ماشر سرسیلند کجا داری؟ حالت خوبه؟ اینجا لوستر فروشی ها. من ریدم تو لوستر فروشی که ماشر سرسیلند نداره. نکن آقا، بلند شو. یه ربطی داشت واشر سرسیلند به لوستر یارو مال مکان میگشت برینه حاجی، فرقی براش نداشت حالا کجا باید. سلام، خسته نباشید. یه استامینیفون و یه ژلوفن میدی؟ استامینیفون؟ این ایرانی خارجیشو میخواست. یعنی فاز دکتر میگیرن همیشه. منشی هم همینه. 70 تومن. منشی هم فکر میکنه از دکتر خیلی چیز داره. چی؟ نه 15-24. حتما باید بگم. خیلی ممنون. فازی خب بگی رمزت چنده دیگه. بعد من چرا تو ایران رمزو به یارو میگید؟ اینجا اصلا کسی نمیپرسه آقا رمزت چنده فلا، خودت باید بزنی. بعد مثلا میخواد رمزو بزنه پشت سرش وایسادی یه جوری برمیگره نگات میکنه میچسبونی اینجا، میگی میری خودت اونور وای میسی رمزتو میزنی. رمزو برای چی به یارو میگی؟ نمیدونم چه فازی. بابا ننه تو گاهی پشمام ریخت. وای ریدم خیلی بد بود. سلام بچه ها، چطورین؟ ببینیم براتون چی آوردم. آقا من دنتال پرو اصلا کام کاری پوزیشن ندارم. فقط هر چی این بگه درسته. هر چی میگه، هر چی جلسه تبلیغ میکنه برید بخرید. نمیگم حولمو شادم هستم، هر چی این میگه درسته. به من ربطی نداره، من اصلا تا آخرم نمیخوام نگاه کنم. آقا هر چی این گفت درست، برید همون کارو بکن. کل کار انجام میشه. ضمانتنامه کتبی دارن. 10 سال پالیش رایگان دارین. برندها همه معتبر هستن. پزشکاشون پروانه تهران دارن. الهی بمیرم برات. 18 تا شعبه تو کل نه یا اینطور جاها. از همه مهمتر شرایط اقساطی هم دارن. دیگه چی میخوای؟ منتظر چی هستی؟ تا یه لبخند سفید زیبا و خوشگل رو به خودت هدیه بدی. عزیز دلم. عشق امشبم 1000 دفعه نوشتم از روی اسم تو. گفتم بعد از تو دیوونه میشم. باور نکردی رفتی از پیشم. حالا بعد از تو دیگه هیچی قشنگ نیست. دلم هم دیگه تنگ نیست. دیگه خسته شدم. تمام موهای تنم سیخ شده اگه معلوم باشه. خیلی قشنگ بود. چی اینجوری این چلاقه را میره؟ What the hell؟ وسط جاده میزنن انت میاد تو دهنت بی‌ناموس. حاجی نیسانی الان میاد پایینش نصفت میکنه، جای سالم برات نمیذاره. من دنبال یه مردی میگردم که سوراخ کونش بوی گل میده، نه بوی کشک. خدا رحمتتون کنه مردای ایران. آجی بوی کشک و خیلی بال. آقا رفتم کشک آوردم. بله ما اینجا همه چی داریم.
کامبیز آره. واقعا اینی که این گفت بوی خونه مرد، بوی کشک. چجوری بوی کشک بدیم بو کنه حاجی نمیدونم چجوری بوی خونه مرد بوی کشک میده خدایا. حالا بوش خیلی عالی هم نیست ولی بوی کون نمیده هرچی هست. من یه همسر ایرانی ام. آفکورس که جمع خریدم میشه 2000 درهم، ولی به همسرم میگم فقط شده 500 درهم. من یه دختر توپل ایرانی ام. آفکورس که من یه دختر کلفت ایرانی ام. پشتم خیلی اعتماد به نفس دارم، زیادم زر میزنم. چه؟ من یه دختر توپل ایرانی ام. آفکورس که سوخاری میخورم. همون نوشیدنیمو زیرو میگیرم. خندیدی. خدایی ببین من الان یه ذره شیکم آوردم، یه هفته میرم سر کار که لباس میپوشم گشاد که شیکمم معلوم نشه، بعد خونه باشه خونه بیرون نمیرم خجالتم. تو چجوری با این حجم از رون میای میری بیرون؟ چه وضعشه؟ من از سیبیل واقعا دیگه گشتمو شده. من سیبیل؟ من آش بخرم. خب بریم ببینیم چه آشی سیبیل آشی چی داریم؟ چرا همه شبیه همه؟ به خدا آجی اصلا من این کلیپایی که میبینم تو اینستاگرام همه شبیه همه، نمیتونم بفهمم این همون قبلیه بوده یا یکی دیگه است. چه داستان؟ آتیش نگیریم. هنوز یارو ندادم. دامنش رو بره تو آتیش بسوزه. 11 زدم ندور زدم. خالی شد. خودت درست کردی؟ نه آبجیم درست کرد. من تازه رفته قربون اون آبجیت برم من، نه حالا چیزا. دست آبجیتو میبوسم که تو اومدی اینجا وایسادی تو اون هوا داری آش میفروشی. هیچکی به چشم این چه سمیه. این یه چالشه سن کاغذ قیچی زهر مار. یعنی تو هیچی پیشرفت نکردی؟ از تایلند زدین جلو. حالا اونایی که تایلند رفتن میدونم من درباره چی صحبت میکنم. قشنگ تایلند دیگه زدین جلو. نازنین عزیز امروز تشریف آوردن کلینیک مرسا، براشون 2 cc ژل لب نچرال تزریق کردیم. مرسی فداتشم، ولی اون قدری که میخواستم اصلا بزرگ نشده. 21 سال بعد آجی 21 سال پیش این اون بوده. آقا ما یه معلم شیمی داشتیم بنده خدا ریشم در نمیگفت، عین جوانی های اون بود. خیلی عمل کرد و باید یعنی عمل بکنی به این سطح برسی و پشما. یا خدا What the ایرانیه؟ نه آقا ایرانی. خدا مرتضی پاشایی بیا مرتضی، واقعا خیلی صدای خاصی داشت. حیف شد. سلام خوش اومدی. این گردن کارتیره چنده؟ 210. حل. اونم بده واسه مادرم بردارم. سیست هم نمیخوره آخه. پرداخت میکنم دیگه. به سیس چه ربطی؟ 600 سیت بعدم میاد بره تو مغازه مثلا به سر و وضع یارو جوابش بده. 410 زای از خدای هر کش. این دوتا رو به پیچ آدرس ولت تو میدی داداش. تتر میخوای پرداخت کنی یا بیت کوین بدی بهم؟ داداش همستر دارم. همستر آقا هنوز دارید خدا وکیلی میزنید رو این یارو موبایلتون پول در بیارید؟ بچه‌ای که میلیاردر شدن کامنت کنن ببینم چقدر در آوردن از همستر. عزیزم جانم شما اینقدر همه چیتون شبیه همه آقا نگاه همه شبیه همن. این دوتا همون دوتا نیستن؟ مادر دختر این دوتا شوگر دادی به این میاد. اوه چقدر خوب شد حاجی، خیلی باحال بود. خورد پدر سگ بابا غلیظ خوش میده.
اوه فلان فراشته پدر سگ. اوه چه مادر دیده به بچهش. حاجی چه بازیه. ترکی هم گفت حاجی پشما. قرموسا می قرموسا. برو بابا. قرموسا. ای بابا. چه بابای باله. Don't give a shit. زنم خورد پدر سگ. دیوز. وای حاجی. خب همینی فری نمیم بابا. خوش میده. اینقدر بد خوش میداد حاجی. این کدوم پوفیوزیه دیگه. گم شو بابا. گم شو. بتاز گله اکسیژن. یا خدا به سیس این دیگه نمیخورد از این کارا دیگه. واقعا به قیافه و سیس این دیگه نمیخورد دیگه. من نمیتونم به چشمام نمیتونم اعتماد کنم حاجی. اوضاع خیلی خرابه. من معلم دینی ام، میخوام منو بکنی معلم زبان. معلم دینی؟ پوفیوز معلم زبان این شکلیه. یه معلم زبان ما داشتیم میومد این آستینش میداد بالا، بعد همینجوری تو رود نگاه می‌کرد میومد جلو، آستینو میداد بالا، بعد مثلا فکر می‌کردی مثلا آستینو میخواد بده بالا با این میخواد بزنه دیگه، میداد بالا بعد با این میزد. خیلی حرکت غافلگیر کننده ای بود حاجی. یه دو سه دفعه نوازشمون کرده خلاصه، ولی همه معلمان موقع پوفیوز بودن. معلم خوب من نداشتم خدا وکیل. کائنات. این چی میگه؟ دیار مارکوس. مارکوس؟ اصلی. آقا مارکوس به شمالی فوشه. آقای مارکوس اینا میگم که اگه اینجا میشنوی اسمتو عوض کنی، یعنی تو شمال نگو من چی مارکوس هستم. همون موقع که بالگرد بیز میکرد شنیدم صده قیز میکرد. چی میفهمم آخه گوسفند. آقا اینم بود از ویدیو امروز. خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. دمتون گرم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. اگه نزدید حتما بزنید. اگرم نزدید فدای سرتون. همینجا که هستید و منو تماشا میکنید خیلی به من لطف میکنید. و اینکه امیدوارم تا ویدیوی دیگه همینجا تو فریشو دور هم دیگه سعی و سالم و شاد و خندون باشید که هیچی تو این دنیا مهمتر از سلامتی. پس یه ماچه گنده، یه قلب خوشگل، خدا نگهدار.